شرکت رایکا انرژی نوید پارس، فعال در حوزه نرم افزارهای بهینه‌سازی حفاری، مستقر در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری. به نام خدا، سعید هاشم‌زاده هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان رایکا انرژی نوید پارس، فعال در زمینه توسعه نرم افزارهای هوشمند مهندسی نفت به ویژه مهندسی حفاری، مستقر در پارک علم و فناوری شهرکرد. محصول شرکت ما نرم افزار بهینه‌سازی عملیات حفاری وایداس هست که عملیات حفاری رو در 3 فاز بهینه‌سازی قبل از عملیات، بهینه‌سازی حین عملیات و مدیریت پروژه حفاری با جدیدترین روش‌ها و متدهای روز بهینه‌سازی می‌کنه. محصول نرم افزاری این شرکت با طراحی کاربرپسند نیازهای اساسی قبل، حین و مدیریت پروژه‌های حفاری را پوشش می‌دهد. وایداس با تمرکز بر کاهش هزینه‌های تمام شده عملیات حفاری به افزایش بهره‌وری و کارایی پروژه‌ها کمک می‌کند. این نرم افزار راهکاری هوشمند برای مدیریت جامع عملیات حفاری است که به تصمیم گیری بهتر و بهینه‌سازی منابع منجر می‌شود. عمده کاربران نرم افزار ما شرکت‌های پیمانکاری مهندسی حفاری، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی هستند که با توجه به هزینه‌ای که ما در بحث بهینه‌سازی حفاری و کم کردن این هزینه‌ها براشون داریم، میتونه برای هر دو گروه مناسب و مقرون به صرفه از لحاظ ارزی باشه. هزینه‌های عملیات حفاری در دریا بسیار زیاده و در خشکی هم این هزینه‌ها موجود هستند. کم کردن زمان حفاری و کاهش NPT های ناشی از این کار به نفع اقتصاد کشور و به نفع اقتصاد شرکتی که داره حفاری انجام میده باشه. نرم افزار ما در 8 ماژول تخصصی این کار رو به طور کامل پوشش میده. بهینه‌سازی قبل از عملیات شامل ماژول های ویل تراجکتوری، بیتن BHA، کیسینگ دیزاین، هیدرولیک و ژئومکانیک جهت کوب کردن مدل های زمین شناسی با معادلات حفاری می باشد. ماژول های ریسک مانیتورینگ و آر‌اوپی اپتیمایزیشن با دریافت داده‌های لحظه‌ای ویتسمل و مادلاگینگ فاز بهینه‌سازی آنلاین عملیات را انجام میدن و جهت کنترل بهینه عملیات و مشخص شدن ناهماهنگی‌های حین کار، ماژول مدیریت پروژه با در نظر گرفتن احتمالات مختلف زمان‌های محتمل برای هر زیر عملیات رو مشخص می‌کنه. این شرکت با نوآوری در نرم افزارهای حفاری، تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به سرویس‌های بهینه‌سازی خارجی را دور زده است. ما از طریق کاهش زمان عملیات حفاری، کاهش NPT های ناشی از حفاری، افزایش ایمنی و افزایش بهره‌وری میتونیم سودآوری برای شرکت ها داشته باشیم. عموم مشتریان ما شرکت های پیمانکار حفاری و شرکت های دولتی حفاری هستند که از طریق کاهش هزینه های حفاری برای اون شرکت ما میتونیم سودآوری داشته باشیم. در نمایشگاه‌های تخصصی مثل نمایشگاه نفت و گاز اهواز ما از محصولمون رونمایی کردیم. حضور فعالی در نمایشگاه نفت و گاز اصفهان و نفت و گاز استانبول داشتیم. رایکا انرژی نوید پارس به عنوان پیشروترین توسعه دهنده نرم افزارهای هوشمند در حوزه حفاری به دنبال تثبیت جایگاه خود در بازار داخلی و بین المللی است. چشمانداز این شرکت ایجاد تحولی پایدار در صنعت نفت و گاز از طریق راهکارهای نوآورانه و هوشمند است.